خدمات مطبوعات بوجخانه و گمرک منطقه کراسنیاسک روسیه خبر داد که کارمندان بوجخانه در فرودگاه شهر کراسنیاسک از بغاژ یک مسافری که از شهر خوجند تاجیکستان آمده بود مقدار بزرگ تجهیزات سرتراشی را پیدا کردند. گفته می شود که این مسافر می خواست چنین تعداد زیاد تجهیزات سرتراشی را بدون به رسمیت درآوردن اجرت‌ها و پرداخت بوج و خراج به قلمرو روسیه وارد کند. بنا به اطلاع نشر شده یک مرد 30 ساله از خوجند برای ورود به روسیه از راهرو سبز استفاده کرده با همین اعلام کرده است که چیزی برای نشان دادن به کارمندان بوجخانه ندارد، ولی کارمندان بوجخانه هنگام تفتیش بغاژ این مسافر در جامدانش بیش از 40 تجهیزات سرتراشی از جمله دستگاه‌های سرتراشک، چند فن، مقراض و شانه‌های گوناگون را پیدا کردند. این مسافر گفته است که این همه مال‌ها را برای جای کارش می‌برد. او در کراسنیاسک در یک تالار زیبایی باعث سرتراش کار می‌کرده است. به او برای کوشش قاچاق مال به روسیه جریمه مأموری تهدید می‌کند. تجهیزات سرتراشی از این مسافر گرفته شده را شاید بعداً مصادره هم کنند. صدها نفر از مهاجران تاجیک در شهرهای گوناگون روسیه باعث سرتراش کار می‌کنند.